بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز انتشارات مسجد وزیر محمد اکبر خان تقدیم می کند سلسله خطبه های نماز جمعه از دکتر محمد ایاز نیازی. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع صحبت امروز ان شاء الله پیرامون حقوق رسول صلی الله علیه و سلم بر بالای امت، به این معنا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حیث بزرگترین نعمت الهی برای انسان و بشریت، بزرگترین نعمت الهی برای انسان و بشریت، با آوردن کاملترین دین و عظیمترین شریعت، با تحمل همه مشکلات در راه نشر دعوت و جهاد و هدایت انسانها، با وجود این همه که رسول اکرم علیه السلام در راه هدایت انسانها از هیچ نوع قربانی دریغ نکردند، که در نتیجه همان قربانی است که امروز در کره زمین بیشتر از 1,800,000,000 انسان مشرف است به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بدون شک اسلام بزرگترین نعمت است. دوستان نهایت عزیز، کسانی که در کشورهای غیر اسلامی روزهای را سپری کردند یا سالهای را سپری کردند، اونها خصوصا برادران و خواهرانی که خداوند قلبشان را روشن ساخته است و مقایسه کردند ما بین اسلام و غیر اسلام، میدانند که این دین چقدر بزرگ است و این دین چقدر نعمتی عظیم الهی است که خداوند به ما مسلمان ها این نعمت عطا فرموده است. اما متاسفانه قدر این نعمت ما نمیدانیم. علتی است که شناختمان پیرامون این دین کم است، و یا شناخت سطحی است، و یا برداشتی بسیار ضعیف است از دین. صحابه کرام و کسانی که در دسترخوان نبوی تربیت شده بودند، در مدرسه نبوی آموخته بودند، اونها به خاطر این دین از هر چیز تیر بودند. به خاطر دفاع از دین، حمایت دین، حفاظت دین مبین اسلام، نشر دین، دعوت، تبلیغ، جهاد، از هیچ نوع قربانی دریغ نمی کردن. چرا؟ علت این است که به این دین شناخت کامل داشتن. ولی متاسفانه مشکل اساسی که دامنگیری ماست و ما به او دست و گریبان هستیم، امت اسلامی اکثریت مطلقمان از شناخت واقعی دین مبین اسلام دور هستیم، یا فقط شناخت احساساتی و یا شناختی که چرا مسلمان هستی، الحمدلله آبا و اجداد مسلمان بود، یعنی به شکلی وراثتی دین به ما مانده است، نه به شکلی تحقیقی و علمی. اینجاست که یک جوانی که وقتی که مسلمان می شود به دین مبین اسلام در نتیجه ریسرچ و تحقیق
در نتیجه شناخت کامل ایمان میارد، ایمان قناعت بخش، ایمانی که نشأت کرده است از قلب آگاه، ایمانی که ایمانی نبود است که من مسلمانم به خاطر از اینکه پدر و مادرم مسلمان بود، افتخار دارم که پدر و مادرم مسلمان بود، بلکه ایمانی که من مسلمانم به خاطر این دین را شناختم، اهمیت این دین را فهمیدم. اینجاست که او خوبتر درک میکند اهمیت دین مبین اسلام را نسبت به ما. او میداند، او دانسته مسلمان است، ولی اکثریت ما متاسفانه در محیط اسلامی زندگی میکنیم، در کشورهای اسلامی زندگی میکنیم، ولی شناختمان شناختی است که باید بیشتر میشناختیم. بسیار شناختی ناچیز. به قدر شناخت و معرفت ایمان تقویه میشود، به قدر شناخت و معرفت ایمان تقویه میشود. و این نعمت بزرگ به کی آمد؟ به بزرگترین پیغمبر، بزرگترین و عظیمترین انسان در تاریخ بشریت، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، امام همه انبیا، خاتم النبیین، که بعد از او پیغمبر دیگه فرستاده نمی شود. به این رسالتی بزرگ، به این رسالتی بزرگ متوجه باشین که نکته بسیار مهم است. خداوند عظیمترین، کاملترین و معصومترین انسانی را انتخاب کرد که متاسفانه بدون شناخت این شخصیت عظیم و این پیغمبر گرامی الهی، امروز ما و شما میبینیم که ظالمانه در حق ایشان و در حریم قداست ایشان تجاوز صورت میگیرد، در حالی که الله جل ذکره این رسالت و این مظروف بزرگ و این شریعت کامل را برای مناسب ترین انسان انتخاب کرد. وقتی که او به حکم پروردگار استاد می شود، قم فانذر، استاد شو مردم بیم دی از عذاب خداوند و مردم را تبلیغ کن. وقتی که فرستاده می شود به این آیه کریمه به طرف مخلوق، در محیط فرستاده می شود که محیط جهل زده است. انسانها بجای از اینکه خالق واحد لا شریک پرستش کنند، سنگ پرستش میکنند، چوب پرستش میکنند. مسیر انسانیت تغییر خورده است، انحرافات به اوج خود رسیدگی است در تمام ابعاد زندگی. یعنی انسان به مفهوم انسان باقی نبود و در چنین محیطی شخصی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند فرستاده می شود که این رسالتی بزرگ آسمانی را برای انسانها برسان. چیزی که خدمتتان عرض می کنم، آیا در یک محیطی که مردم رسیده باشند یا غیر رسیده باشند، به هر حال یک انسان میخواهد که خدا کاندید بکند به یکی از مناصب. من محیط افغانستان نمیگم که متاسفانه در محیط ما هر چیز جایز است، چرا که جامعه از درک مسائل و قضایایی که باید فهمیده و شناخته شود متاسفانه عاجز هستیم. ما شناختی دینی من، سواد و ثقافت و فرهنگ اسلامی من ضعیف است، خوشباور هستیم. درست است که یک کس خدا کاندید میکند به یک پوست، ولی یک انسان عاقل وقتی که پوینتای منفی داشته باشد، به عبارتی واضح تر در میان مردم بدنام باشد، هیچ وقت جرأت نمی کند که در یک جامعه خدا به حیث یک انسان بزرگ، یک پوستی بزرگ کاندید کند. چرا؟ میداند مردم برای میشناسند. وقتی که من میگم که او مردم بهترین وکیل من خواهم بود،
بهترین انسان مردم در مقابل ما ایستاد میشه، میگه ما خود تو را میشناسیم، خیانت تو، بدبختی تو، چور و چپاولی تو، قتل و غارت تو از چشم مردم پنهان نیست. چی تو جرأت میکنی که خدا به حیثی وزیر یا وکیل یا هر کس به جامعه عرضه میکنی؟ خب این یک چیزی بسیار کوچک است، یک منصبی بسیار کوچک است، برابر است که منصب وکالت باشه یا وزارت باشد یا ولایت باشد یا دیگر منصب باشد. ببینید یک انسان عاقل جرأت کردن نمیتونه که پوینت های منفی داشته باشه، اما منصب رسالت بزرگترین منصبی است که یک کس خود پیش نمی کند، از طرف خداوند انتخاب می شود. وقتی رسول علیه السلام بر رسالت انتخاب می شود، خود خوف زده است، یا پروردگار این چی باری سنگینی است. در اول باری که با پیغمبر قرآن نازل می شود که همگی ما و شما تقریبا می دانیم، اولین بار ملاقات پیغمبر با وحی است، با امین وحی جبرائیل علیه السلام صورت می گیرد. آیاتی از اوائل سوره مبارکه علق نازل می شود. پیغمبری بزرگوار آیات را گرفته به خانه خود بر می گردد، ولی خوف زده است، ناآرام است. اینجا است که حضرت ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها، الگوی تاریخ برای هر زنی مسلمان، وقتی پیغمبر علیه السلام از غار حرا بر می گردد، جایی که عبادت خداوند را می کردن، نگران است، خوف زده است، میگه مرا بپیچان، خدیجه مرا بپیچان، زمیلونی، مرا گرم بپیچان. خب بعد از اینکه لحظات تیر می شود و خوفشان کاهش می کند، میگه لقد خشیت علی نفسی یا خدیجه، من خیلی خوف زده هستم به خود. جواب این خانم قهرمان و این مساعد و مشاور ارشد رسول علیه السلام، این زن است. این نبود که چرا رفتی در اون کوها؟ انسان که در کوها رفت همچنین خوف زده میشه. نه خیر، این چنین زن نیست، این دیگر زن است، دیگر خانم است، این دیگر خانم است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تسلی میدهد کلا یا محمد، این طور فکر نکن، لن یخزیک الله ابدا، هرگیز خداوند تو را در میدان الا دادنی نیست. تو انسان هستی که دارای همچنین صفات. ببینین، یک صفت، دو صفت، سه صفت، چهار صفت. تو انسانی امینی هستی، انسانی هستی که در قلب جامعه و خصوصا در قلب فقرا و مساکین تو جای داری، پناهگاه هر مظلوم تو هستی در مکه. تو انسانی بزرگی هستی، نباید نگران باشی. ببینین که پیغمبری بزرگوار از طرف خداوند فرستاده می شود و الله می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما وحی خواهیم کرد بر تو کلام ثقیل و سنگین. کلام ثقیل و سنگین این نیست که قسمی که یک تعدادی از فلاسفه به این نظرند که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک فیلسوف بود، در نتیجه پژوهش و تحقیقات علمی به اوج فلسفه و علم و دانش رسید. نخیر، منصب رسالت، چوکی نبوت، این موهوبی است از طرف خداوند، ولی این چوکی و این منصب عظیمترین چوکی است و عظیمترین و سنگینترین مسئولیت است که با عظیمترین انسان مناسبت دارد که خداوند جل ذکره از همه انسانها به حیث الگو، کسی که در زندگی خود 40 سال در مابین مردم مکه به حیث امین، صدیق، راستگو، الگو، خداوند این منصب به او مناسب دید، این منصب به او مناسب دید.
و به او نصیب فرمود که امروز از افتخارات ما و شما مسلمان ها این است که ما از امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. بناهن برمیگردیم به اینکه دیرا چقدر مشکلات را متقبل می شوند با ایمانی که با خداوند دارند، با ایمانی که بر رسالت خود دارند. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، رسول باور دارد و ایمان دارد با اون دین و شریعتی که از طرف خداوند به او نازل شده است و باوری که از طرف خدا دارد که او رسول خداست و به خاطر هدایت انسانها و نجات انسان از هلاکت دنیوی و اخروی فرستاده شده است. روزی از روزها در ایامی که به مشکلات دچار است در مابین مکه، قریبترین انسانها با پیغمبر اسلام علیه السلام دشمن می شود. ابولهب است که در تولد پیغمبر علیه السلام کاکایش ابولهب برنامه بسیار بزرگی و شکرانه از این که همچنین برادرزاده خداوند به او داد در تولدش، حتی غلام خدا آزاد می کند. همون نزدیکترین انسان امروز در مقابل پیغمبر قرار می گیرد. رسالت چیزی خاندانی نیست که به خاندان ارتباط داشته باشد، نه خیر. خب بالاخره رسول پاک علیه السلام به دعوت خود با قبول همه مشکلات و مزاحمت ها و اذیت ها ادامه می دهد. روزی از روزها مردم قریش کلانای مکه جمع می شوند در خانه ابو طالب که کاکای پیغمبر علیه السلام بود. پیشنهادی دارند، چون ابو طالب از جمله بزرگایی بود که مردم مکه به او زیاد احترام داشت، با وجودی که او به دین شرکی خود ادامه میداد ولی از اسلام و از پیغمبر بزرگوار همیشه دفاع میکرد. محبتی فوق تصور داشت در برابر پیغمبر علیه السلام. همیشه از برادرزاده خود دفاع میکرد. مردم آمدن پیشنهاداتی داشتن، ابو طالب و برادرزاده خود بفهمان و به برادرزاده خود پیشنهادات ما را باید پیش بکنیم. یک، اگر سرداری میخواهد سردار تمام عرب باشه. اگر سرمایه میخواهد آنقدر سرمایه برش جمع کنیم که غنیترین انسان و سرمایه دارترین انسان در جهان عرب باشه، در جزیره عرب. و اگر میخواهد که در پالوی این همه با خوبترین و زیباترین دختری عربی ازدواج بکند، در خدمتش هستیم. هر آنچه که میخواهد در خدمتش هستیم، ولی از این دعوت دست بکشد. وقتی که بیگاه پیغمبر علیه السلام به خانه برمیگردد، ابو طالب همه پیشنهاداتی کسانی که در اونجا آمده بودن و به ابو طالب پیشنهاد کردن که به برادرزاده خود بگو، پیشنهادات یکایک حکایت میکنه. بیاین ببینیم که عکس العمل و یا موقف پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم چیست. آیا گفت که بسیار خوب، میخوایم که سردار و پادشاه عرب شو، میخوایم که به خوبترین دختری عرب ازدواج کنم، میخوایم که بزرگترین سرمایه‌دار باشم؟ نه خیر. گفت که کاکا جان، قسم به خداست که اگر آفتاب را در کف دست راست من بمانند و مهتاب را در کف دست چپم، هرگز از این امر و از این موقف بر نمیگردم. این قضیه سلطنت خواهی نیست، این وحی الهی است. من به خاطر نجات بشریت فرستاده شدم تا اینکه انسان خدای واحد و لا شریک بپرستد. 360 بت در داخل بیت شریف پرستیده می شود. من آمدم از طرف خداوند، انی رسول الله الیکم جمیعا، و تمام انسانها، یا ایها الناس، قل یا ایها الناس، بگو ای مردم. ای مردم خطاب به تمام بشر است.
انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا و فرستاده خداوند هستم به همگی شما. اینجاست که موقف پیغمبر علیه السلام واضح می شود و ابو طالب در جواب به برادرزاده خود میگه که بچیم به موقف خود یا برای خود ادامه بدی، تا زنده هستم از تو دفاع خواهم کرد، از تو دفاع خواهم کرد. ببین وقتی که ابو طالب که مشرک است ولی حقانیت اسلام درک کرده است، اما تعصب شرکی برش اجازه نمیده که کلمه بخواند، بنا به درکش حقیقت او به اصلاح حقانیت اسلام میگه که تا زنده هستم از تو دفاع خواهم کرد. دوستای عزیز، بناهن برمیگردیم به عنوان موضوع که خدمت عرض شد که صحبت داریم پیرامونی حقوق پیغمبری بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه به ما شما و امت. پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم بزرگترین محسنی بشریت هست. به خاطر ما و خودت اشک ریزاندن، به خاطر هدایت انسانیت شبا گریان کردن، نماز خواندن، دعا کردن، سجده کردن و همچنین در روز قیامت تا به وقتی که یک فرد از امتش در دوزخ که به یک ذره از ایمان و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وفات کرده است و در دوزخ است، تا به وقتی که آخری فرد امتش از دوزخ بیرون نکند آرام نمیشیند. این است رحمت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برای مخلوق. بناهن از حقوق پیغمبری بزرگوار حقوقشان زیاد است که این وقت کم ایجاب نمی کند که ما از همه حقوق پیغمبری بزرگوار صحبت کنیم. اکتفا میکنیم به چند حقوق اساسی. یک، ایمان به پیغمبر. بعد از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاده شد با این نسخه آسمانی و این کتاب بزرگ و این شریعت جاودانی، همه ادیان منسوخ شد. بعد از فرستادن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و نشر اسلام، دیگر دینی پیش خداوند قابل قبول نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. کسی که غیر از اسلام دینی دیگر را میخواهد، در دینی دیگر حرکت میکند، پیروی از دینی دیگر میکند، هرگز از او پذیرفته نمیشود و او در آخرت از جمله زیانکاران است. ان الدین عند الله الاسلام، دینی پسندیده، دینی مقبول به نزد پروردگار اسلام است. شاید از این دوستا این سخن یا این سوال مطرح شود، خیر یک کسی پیروی از عیسی میکنه، دیگه پیروی از موسی میکنه، دیگه پیروی از طور مثال از بودا میکنه، دیگه پیروی از دیگه پیروی از همه ادیان است. چی مشکل دارد که ادیان متعددی وجود داشته باشه؟ دوستی عزیز متوجه باش به این جواب. هر دینی آسمانی به هر پیغمبری که آمد به مثابه یک نسخه موقتی بود برای درد و امراض مشخص. چنانچه وقتی که ما به قرآن پاک برمیگردیم میبینیم که در هر قوم مرضی بروز کرد، به خاطر علاجی از او پیغمبری فرستاده شد با برنامه مشخص در محیط معین و محدود. همه انبیا به امت خود به کلمه قوم خطاب میکنند. و الی نوح مثلا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، و تحقیق فرستادیم نوح را به قوم خود.
فقال یا قوم اعبدوا الله، پس گفت ای قوم من خدای واحد و لا شریک بپرستین. ما لکم من اله غیره، غیر از خدای واحد و لا شریک هیچ چیز دیگر لایق پرستش نیست. و همچنین حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، همه انبیا در این اصل متفقن، در اصل توحید و یکتا پرستی. اما برنامه ها و شرایع فرق می کند. به این معنا در محیطی که انسانها از نظر معاملات تجارتی منحرف شده بودند، پیغمبر فرستاده می شود تا این که در میانشان اصلاح بیارد. چنانچه قوم شعیب علیه السلام خیانت در تجارتشان خیانت می کردن. شعیب فرستاده شد علیه السلام با بسیار شیوه زیبا قوم خدا به طرف اصلاح دعوت می کرد. این اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. در قدر توان من، اراده من فقط اصلاح شماست. توفیق ما از طرف پروردگار است. به پروردگار خود توکل کردیم و پروردگار خود رجوع میکنم. و همچنین عیسی علیه السلام فرستاده میشه در محیطی که قوم به اصلاح اخلاق ضرورت دارد. انجیلی که به عیسی نازل شده است، کلامی که به عیسی نازل شده است، در بعد اخلاقی بیشتر بحث میکند. موضوع اخلاق بیشتر در اونجا مطرح است، حتی به حدی که به ترک دنیا و توجه به آخرت بیشتر فوکس شده است. اما انجیل به حیث قوانین نبود. بناهن تمام کتب آسمانی یا کتابهای آسمانی با برنامه‌های مشخص در محیط مشخص به مثابه نسخه موقت برای بشریت نازل شد. انبیا برای اصلاح بشر فرستاده شدند. برای نسخه معبد و دائمی و قانون ابدی در آخر خداوند جل جلاله و جل ذکره اسلام را به حیث کامل ترین و جامع ترین دین، لله الحمد که ما شرف اتباع دین داریم و میبالیم که الحمدلله مسلمان هستیم، برای همیشه و برای همگان توسط محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عرضه کرد. مثال، انسانی است که تکلیف یا مرض مزمن دارد، وقتی که به دکتر مراجعه میکند در یک آن واحد، شاید پیش تا این مسئله مطرح شود که در یک آن واحد چرا یک پیغمبر فرستاده نشد که همه امراض بشریت علاج میشد، با یک کتابی که همه را در بر میگرفت، با شریعتی که همه چیز را در بر میگرفت؟ نه خیر. بشریت به تدریج تکامل کرده است. جامعه بشری تکاملی تدریجی داشته است. حوادث و قضایای جامعه بشری به شکل تدریجی در حالت کثرت و یا این که وجود و حدوث است. اینجاست که یک مریض مزمن وقتی که مراجعه میکند به دکتر، دوای در روزه میده، این نسخه را میگه در روز استعمال. وقتی که در روز استعمال کرده، روز 11 اجازه نداره که این نسخه را استعمال کنه، باز بیا. وقتی که میبینه که سیستم دفاعیش بهتر شده است و حالا جسم تا به حدی میتواند که دوای قوی تری را بپذیرد، نسخه دیگر برش میده. این نسخه را میگه 20 روز یا 15 روز استعمال میکنی. بالاخره میگه بعد از او بیایی، بیشتر استعمال نکنی، تکرار نمیکنی. نسخه سوم برش میده، این نسخه را 1 ماه استعمال میکنی. بعد از اون میبینه که جسد آل قابل پذیرش هر نوع دواست، بنابراین نسخه دائمی برش نوشته میکنه که برادر عزیز این نسخه برای همیشه است، فکر باشه که ادویه گذشته تکرار نشود. همچنین قرآن به حیث بزرگترین و جامعترین نسخه که می آید، طبیب که الله هست، صاحب کتاب، کسی که فرستاده
و بشر میگه که تمام نسخه های گذشته منسوخ است، دیگر قابل پذیرش نیست و این نسخه برای همیشه است که خداوند جل ذکره تضمین کرده است بقای اسلام، پیروزی اسلام، کامیابی اسلام و حیات و سعادت بشریت که همه به این دین گره خورده است. در قدم اول دوستای عزیز از حقوق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان به رسول علیه السلام است که به قلب تصدیق داشته باشیم، باور داشته باشیم، با زبان اقرار بکنیم که محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول ایمان به رسول صلی الله علیه و سلم. چطور؟ پیغمبر خداست، عظیمترین پیغمبر، خاتم الانبیاء والمرسلین است که بعد از او پیغمبری نمی آید و خاتم النبیین در قرآن آمده است. بعد از شریعت رسول شریعتی دیگر نیازی به شریعت ندارد و شریعتی دیگر. محبوب ترین پیغمبر به نزد خدا محمد مصطفی علیه السلام، کامل ترین بشر در تاریخ بشریت، معصوم از همه گناه ها، با داشتنی بزرگترین دین و برنامه انسان ساز و مکتب جاودان اسلام. این مفهوم ایمان به رسول علیه السلام. بعداً شناخت رسول از جمله حقوق پیغمبر علیه السلام دوستای عزیز شناخت پیغمبر است. ببینید یک مثال بسیار کوچک. در وقتی که پیغمبر بزرگوار با دعوت خود به حکم پروردگار در مکه آغاز کردند و بسیار عکس العمل های شدید مواجه شدند، حتی در مابین مردم تبلیغات میشد ضد پیغمبر علیه السلام. کسی که دیده بود یا ندیده بود، سردمدارای قریش میگفتن خبردار که گوش به کلام از این ندین که آنقدر مؤثر است که به مجردی که صحبتی از این را بشنوین دین خدا پشت سر میگذارید. قرآن میگه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار گفتن که به این قرآن گوش ندین. وقتی که محمد مصطفی علیه السلام که آیاتی از قرآن تلاوت میکرد غال مغال میکردن تا که آواز به دیگران نرسد. روزی از روزها پیغمبر بزرگوار علیه السلام در راه می رود که یک پیرزنی هست باری را به پشت خود دارد و میگه مادر اجازه است که بارت ما بگیرم. میگه بگیر بچی. و بالاخره ای بار به خانه ای پیرزن میرساند. میگه چقدر آدمی خوب بوده ای تو، مثل تو واری انسانی معزز و انسانی موقر و انسانی یعنی دوست داشتنی ما در زندگی ندیدم، ولی یک نصیحتت میکنم. گفت بگو مادر جان. گفت یک کسی به نام محمد به حیث پیغمبر فرستاده شده میخواد که دین آبا و اجداد ما و شما را از بین ببره. فقط نصیحتی ما به تو همیست که به ما آدم قریب نشی بچیم که بسیار خوشم آمدی. و نامک چیز؟ گفت محمد صلی الله علیه و امو محمد هستی؟ گفت بلی. گفت لا اله الا الله و انت رسول الله. وقتی که امو محمد ببینید که شناخت پیغمبره. اینجا است دوستای عزیز که یک مسلمانی که پیغمبر خود نشناسد، دشمنای اسلام به اشکال و انواع مختلف به حریم نبوت و به قداست پیغمبر، به شخصیت پیغمبر وقتی تعرض میکند، تو چطور میتونی که از پیغمبر بدون شناخت؟ اینجاست که همیشه به دوستا گفتیم که باید در خانه هر مسلمان کتابی به نام سیرت رسول علیه السلام باشد. این سیرت باید خانمی مسلمان بخواند، دختری مسلمان بخواند، بچه مسلمان بخواند، مرد مسلمان بخواند، زنی مسلمان بخواند، جوانی مسلمان بخواند تا بشناسد که این پیغمبر کی بود. شناخت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
بدون شناخت ایمان تکمیل نمیشه. بناهن وقتی که رسول شناخت، با مجردی شناختن، ببینید اوجا نصیحتش میکنن. فکر باشه بچیم که یک کسی به نام محمد میخواهد که دین آبا و اجداد ما و شما را از بین ببرد، به اون نزدیک نشی. و نامک چیز میگه محمد، میگه تو امو هستی؟ میگه بله. میگه گواهی میتم که تو رسول خدا هستی. معبودی بر حق غیر از خدا وجود ندارد غیر از الله و تو رسول خدا هستی. شناخته ببینین تأثیرش. امروز الحمدلله سیرت پیغمبری بزرگوار در دسترس همگی ما و شماست و خوشبختانه که ما 2 برنامه سیرت داشتیم، کنفرانس سیرت داشتیم که لله الحمد تأثیر خوبی به جا گذاشت. امیدوار هستیم که دیگر دوستا، دیگر علما و دیگر برادرای دعوتگر به همچنین کنفرانس ها بخواهند و بتوانند که برای انداختن کنفرانس های سیرت پیغمبر بزرگوار شناسایی شود. در آخری 10 نفری که از چند هزار نفر در امتحان مسابقه سیرت مانده بود، از یک جوان پرسیدم تأثرت چیست از قرائت سیرت و از خواندن سیرت رسول علیه السلام؟ گفت که تأثرم ایست که رسول اکرم علیه السلام از خلال امی برنامه در صدها خانه افغان داخل شد و شناخته شد. دوستا شناخت رسول علیه السلام. دوم از حقوق پیغمبر علیه السلام محبت به رسول صلی الله علیه و سلم. محبت به رسول پاک صلی الله علیه و سلم. ببینید الله در قرآن می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در این آیه اگر انسان دقت بکند، از خلال دقت عظمت رسول علیه السلام و جایگاه بزرگ رسول علیه السلام را به نزد خداوند درک می کند. قل بگو ان کنتم تحبون الله، اگر شما الله را دوست می دارید، فاتبعونی، از من پیروی کنید، یحببکم الله، تا خدا شما را دوست بدارد. دوستا ببینید و یغفر لکم ذنوبکم، خداوند گناههای شما را ببخشد. آن قدر پیغمبری عظیمی که پیروی از او باعث عظیم می شود که تو خود محبوب خداوند می شوی. اگر بخواهی که خداوند را دوست داشته، این کنتم تحبون الله را اگر دوست دارید، رای دوستی خدا چیست؟ پیروی از خط من، یحببکم الله، تا اینکه الله شما را دوست بدارد. و یغفر لکم ذنوبکم، خداوند گناههای شما را ببخشد. والله غفور رحیم، خداوند غفور رحیم است. دوستان نهایت عزیز، بسیار لاف میزنیم ما که ما پیغمبر خدا دوست داریم، لاف میزنیم. اما دوستی 2 نوع است. یکی دوستی به اساس قرابت و نسب. یک انسان بچه خدا دوست دارد، پدر خدا دوست دارد، مادر خدا دوست دارد. یگان وقت اگر متوجه شده باشین، مادر بر روی طفل سلی کش میکند، ولی طفل گریان کده خود در آغوش مادر میاندازد. این محبتی است که اساسی از این نسب و قرابت است. محبت رسول علیه السلام بدون شک که خداوند به اونها سیرت، صورت، اخلاقی داده بود که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. حسن یوسف، ید بیضا، دم عیسی داری. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. هر انسانی که به چهره مبارک پیغمبر علیه السلام و چهره منورشان که نظرش میافتید، صورت و حسن پیغمبر، نور پیغمبر او را مبهوت خود می ساخت، جلب می کرد، او را جذب می کرد. صحابی در مجلس پیغمبر می آید می شیند، گریان می کند. میگه چرا گریان می کند؟ میگه رسول الله صلی الله علیه
در دنیا خو هر وقت که بخوام میبینمتان، در خانه یگان وقتی میباشم فورا یادم میاد که رسول پاک صلی الله علیه و سلم با زیارتشان برو، محبتتان میگه مرا آرام نمیگذاره، میایم میشینم میبینمتان. اما در روز قیامت شما خو مقامتان بسیار بلند است، به این معنا که در جنت ما شما را دیدن نمیتونیم، محبت ببینیم. در روز قیامت بسیار مشکل است که ما به شما برسیم، شما خود درجتان نبوت است. اینجاست که پیغمبری بزرگوار سکوت میفرمایند و لحظات بعد وحی نازل میشود. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، کسانی که از خدا و رسول پیروی میکنند ایشان در روز قیامت با کسانی هستند که خداوند به ایشان انعام کرده است، اکرام کرده است. و کیستند؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، که از جمله انبیا است. در روز قیامت امتی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه همان طوری که رویت پروردگار یا جمال پروردگار را مشاهده میکنند در جنت، از رویت پیغمبرشان محروم نیستند. پیغمبری خدا میبینند به برکت اطاعت و فرمان برداری از سنت رسول و از شریعت رسول صلی الله علیه و سلم. برمیگردیم به صحابه کرام، نمونه های از محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند که اگر کدام وقت احساس میکردن که پیغمبر علیه السلام طبیعتشان کمکی مریض هستند یا خسته هستند، ناراحت میشدن، حتی مریض میشدن. در سفری هجرت هر دوشان دو تن روان هستند، یار غار حضرت ابوبکر صدیق گاهی از طرف راست پیغمبر حرکت میکنه، گاهی از طرف چپ حرکت میکنه، گاهی از پیش روشان و گاهی از پشت سر. پیغمبر علیه السلام میپرسد که ابوبکر چی؟ بس چرا سیده راه نمی روی؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه نگران هستم که خدا ناخواسته تیری از کمان خطا نخورد به طرف شما و شما را هدف بگیرد. میخوام که هدف ما قرار بگیرم تا شما سلامت بمانید. ببینید این محبت است. داخل غار ثور، وقتی که به غار ثور میرسند میگه رسول الله کمکی صبر کنید. داخل غار میشوند، تمام غار پاککاری میکنند و سوراخ‌هایی که به داخل غار است همه را بند میکنند، حتی چادری خود توته توته میکنه و سوراخ‌ها را بند میکند. غارایی که به داخل غار است نشود که کدام حیوانی یا کدام حشره‌ای باعث اذیت پیغمبر شد. و میگه که بفرمایید یا رسول الله، اما یک سوراخ باقی است. پیغمبر علیه السلام که داخل میشوند به مثابه بالشت خود به زمین هموار میکنند و سری مبارک پیغمبر بالای سینه ابوبکر است تا اینکه بخوابند راحت کنند. و میبینه پیش رو که یک غار هنوز هم باقی است، یک سوراخ باقی است. انگشتش حضرت ابوبکر داخلی سوراخ میکنند. لحظاتی تیر نمیشود که مار نیش میزند ابوبکر از داخلی سوراخ، ولی خود تکان نمید، خود تکان نمید. ابوبکر به حدی نیش مار یا زهر مار قوی است که اشکای حضرت ابوبکر به رخسارهای مبارک سرازیر می شود. بیدار می شود. ابوبکر چی گپ است؟ یا رسول الله مرا مار گزیده است. خود چرا مرا بیدار نکردی؟ یا رسول الله نخواستم که اذیت تان کنم. از لعاب مبارکشان گرفته بالای انگشت ابوبکر میمانند که فوراً خداوند برای شفا میده. ایست محبت، فداکاری. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در روز وفات پیغمبر علیه السلام اعصاب خود از دست میتن. قسم به خدا میگه کسی بگه که رسول الله وفات کرده است، گردنی از او را به این شمشیر قلم میکنم. ببین
اعصاب خود از دست میتن تا اینکه صدیق اکبر در منبر بلند میشوند، آیات را از قرآن تلاوت میکنند. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد علیه السلام پیغمبر بود، پیغمبرها درگذشتند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درگذشت. آیا وقتی که او در بگذرد، وفات کند و یا کشته شود و شهید شود، شما بر میگردین از دین و شریعتتان؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قسم یاد میکند که قسم به خدا فکر کردم که این آیات حالا به من نازل میشود. زنی از صحابه کرام در روز احد آواز پخش می شود در مدینه که رسول علیه السلام شهید شده است و همه مردم در حالت هیجان نگرانی به سر می برند. زنی به طرف احد در حالت حرکت است، به سرعت می دود. پیش روش کسی آمد گفت که خیریتی است، گفت که پدرت وفات کرد، گفت خدا ببخشش. دیگه نفر پیش روش آمد گفت خیریتی است، گفت که شوهرت وفات کرد، گفت خدا ببخشش. دیگه کس آمد گفت که بچه‌ت وفات کرد، گفت خدا ببخشش. برادرت وفات کرد، گفت خدا ببخشش، خدا قبولش کنه. خود چی میخوای؟ رسول الله را به من نشان بتین که رسول الله بخیر است. گفتن بلی الحمدلله رسول علیه السلام حیات هستند. گفت تا نبینم قناعت نمیکنم. وقتی که به چشم خود رسول پاک صلی الله علیه و سلم دیدن، یک جمله گفت خطاب پیغمبر علیه السلام: کل مصیبت بعدک صغیرة. بزرگترین مصیبت خدا ناخواسته شهادتی توست، اما تو زنده هستی، همه مصیبت ها در حیات تو ناچیز است که تو زنده هستی. این است دوستای عزیز مثال های بسیار کم و کاست و مختصر و کوچکی از محبت با پیغمبر علیه السلام. از جمله حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از محبت دوستای عزیز طاعت هست. بسیار لاف میزنیم از محبت، اما این راهی تو میروی به ترکستان است. طاعت در صورتی می شود که تو وقتی که در یکی از مسائل مشکل برات پیدا می شود، بپرس که در این جا نظر رسول، قول رسول، فعل رسول صلی الله علیه و سلم چیست؟ من یطیع الرسول فقد اطاع الله. کسی که طاعت رسول کرده است به تحقیق طاعت خداوند را بجا کرده است. یکی از مشکلات عمده ما و شما با داشتن این لاف محبت، اما طاعت ضعفمان در طاعت و پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اینجاست که حضرت امام شافعی میگه لو كنت صادقا فی حبه لاطعته. اگر تو صادق هستی، کسی را که میخوایی که ادعا لاف میزنی که او را دوست داری، اگر تو در ادعای خود در لاف خود صادق هستی، لاطعته، از او اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطیع. چرا کسی که کسی را دوست داشته باشد از او پیروی میکند. انسان محب از محبوب پیروی میکند. تو فقط لاف دوستی را میزنی ولی از پیروی و از طاعت رسول دور هستی. دوستای نهایت عزیز، بعد از این دفاع از رسول صلی الله علیه و سلم، دفاع از رسول و شریعت رسول علیه السلام. در روز احد هر کدام از صحابه کرام خود سپر ساختن. قبل از هجرت دفاع را ببینین. حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، طفلی که تا هنوز هم جوان نشده است، در بستر پیغمبر علیه السلام می خوابد. در شب هجرت خوابیدنی علی در بستر رسول علیه السلام چی پیامی دارد، چی مفهوم؟ که خدا فدای رسول می کند اگر بالای
این بستر و این خانه حمله ای از طرف مشرکین که همه شمشیرها به دستشان ایستاد هستند اگر صورت میگیرد مباید فدای رسول شوم. علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در شب هجرت در بستر پیغمبر میخوابد. اگر بالای پیغمبر خدا حمله صورت میگیرد مباید فدای رسول شوم. و در احد 10 تن از صحابه کرام خود سپر قرار دادند به خاطر از اینکه مرمی دشمن به پیغمبر اصابت نکنه. خداوند میتوانست توسط فرشتگان، چه قسمی که در بدر توسط فرشتگان خداوند جل ذکره پیغمبر خود نصرت و یاری داد، اما چرا واقعی احد، چرا چنین حالتی رخ میده؟ درس است، عبرت است که همیشه وقت بندگان خداوند در ابتلا و آزمایش هستند. در برابر آزمایش چه موقفی یک مسلمان باید بگیرد؟ طلحه و یا ابو طلحه دستهای شل شد از اصابت مرمی دشمن. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پرچم اسلام به دستش بود، دست راستش قطع شد، به دست چپ پرچم اسلام گرفت. بالاخره دست چپش قطع شد، در مابین سینه خود پرچم اسلام گرفت. بالاخره به زمین افتید. وقتی به زمین افتید گفت مرا به قدم پیغمبر علیه الصلاة و السلام برسانید. تکبیر، الله تکبیر، تا که آخری ملاقات من و آخری لحظات من که از دنیا میروم قدم بوسی پیغمبر علیه الصلاة و السلام باشد. ایست محبت و ایست فداکاری و این در واقع طاعت از پیغمبر علیه الصلاة و السلام. دوستای نهایت عزیز، حقوق بعدی نشر دعوت است. این دین با بدماشی نشر است، چه قسمی که دشمنای اسلام تبلیغ میکنن. این دین با اخلاق عالی، با سلوکی راسخ، با آواز رسا، با منطق قوی نشر شده است. و در راه نشر دین رسول اکرم علیه الصلاة و السلام و صحابه کرام رضی الله عنهم تمام مشکلات متقبل شدند و حرصشان چی بود؟ که مردم را از دوزخ نجات بدن، مردم را آزاد بسازن. ملت هایی که بندگی انسان میکنن از بندگی انسان آزاد شده بندگی خداوند بکن. سفیر پیغمبر علیه السلام وقتی که به دربار خسرو امپراتور فارس می آید و نامه پیغمبر علیه السلام برش پیش میکن، وقتی از پیش میپرسد که هدف این شخص چیست؟ اگر مال و سرمایه است ما همراهش کمک بکنیم. یک جمله که با آب طلا در صفحه های تاریخ انسانیت نوشته می شود، میگه هدف پیغمبری بزرگوار آزادی انسان از عبادت انسان است تا خالق خود بپرستد، که دیگه انسان انسانی را پرستش نکند. این هدف آزادی انسان، آزادی به مفهوم کلمه، نه آزادی که امروز زیر عنوان دموکراسی هزارها انسان را در پرستش شهوت بند ساخته است، هزارها انسان را در پرستش نفس بند ساخته است. آزادی به معنای کلمه. دوستای نهایت عزیز، نشر دین رسول علیه السلام دو وسیله دارد. دعوت با شیوه زیبا، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، بگو این راه من است که میخوانم انسانها را به طرف پروردگار، علی بصیرت، با بصیرت و حکمت و علم و دانش، انا و من اتبعنی، این مسئولیت من است و مسئولیت امت من است. کسی که از من اتباع میکند،
که دین به شیوه خوب. ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، به طرف راه پروردگارت مردم را بخوان به حکمت، به شیوه زیبا و خوب و به اسلوب و سخن و موعظه مؤثر. و جادلهم بالتی هی احسن، مناقشه و مجادله بکن در جایی که ضرورت می شود به شیوه زیبا و عالی. وسیله دوم دوستای عزیز جهاد است. در جایی که دعوت کارگر نمی شود، دین و شریعت رسول، خاک اسلام، مقدسات اسلام مورد هجوم دشمن قرار می گیرد، اونجا است که شیوه دوم که جهاد است او به کار برده می شود. در چوکات قانونی که او را قرآن و سنت تنظیم کرده است، با داشتن هدف که سربلندی دین مبین اسلام، تأمین عدالت برای همه انسانها، با داشتن قوانینی که او را قانونی بین الدولی اسلامی تنظیم کرده است. اینجاست که ما اگر این چند حقوق مختصری را خدمتتان ارائه کردم، یک جمله‌ای که قابل توضیح است که شق دومشمان که مختصر عرض می شود، گفتم محبت دو نوع است، یکی محبتی طبیعی و یکی محبتی شرعی. رسول پاک صلی الله علیه و سلم کسانی که سیرت مبارکشان میخوانند، شمایلشان میخوانند، از خلال قرائت و خواندن شمایل رسول علیه الصلاة و سلام و صفاتشان آشفته پیغمبر می شود، عاشق پیغمبر می شود. در رسول پاک علیه الصلاة و سلام هر دو انگیزه بود که ما گفتم که هر کس که چهره مبارکش میدید با پیغمبر خدا گرویده میشد. و محبت شرعی چی معنی؟ پیروی از راه و روش و سنت رسول علیه الصلاة و سلام در هر حالت، نه در جایی که نفس چیزی میخواهد، سنت رسول چیزی دیگه میخواهد، محیط چیزی را میخواهد. در اینجا از سنت صحبت نکن. در اینجا مطلب است که اگر تو بگویی که بیاین برادران نماز با جماعت بخوانیم، مردم میگه که سیکو یک تنها خودت مسلمان هستی، نشوه که مردم کلام گپ بزنن. و در اینجا اگر از سنت رسول بیاد به دست راست نان بخور، اوهو تو علی برام میفهمانی، نشوه که مردم کلام چیز بگن. نه، در اینجا تو به حیث یک مسلمان مسئول، کسی را که میبینی که مخالفت به سنت رسول علیه الصلاة و سلام میکند، مسئولیت داری که باید او را بفهمانی، طاعت بکنی، خود طاعت بکنی و به دیگران بفهمان. دوستای نهایت عزیز، به همین قدر اکتفا میکنیم. ما اگر شب و روز پیرامون سیرت پیغمبرمان، اخلاقشان و حقوقشان اگر صحبت بکنیم، شاید نتوانیم که حقشان را ادا بکنیم، بلکه از جمله‌ای که در قرآن پاک پیرامون حق رسول که درود بر رسول علیه الصلاة و السلام است، خداوند امر میکند که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ببینین شان پیغمبر، خدا و فرشتگان بر پیغمبر درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسانی که مومن هستین با پیغمبر درود و سلام بفرستین. ما شما چی میگیم؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. خدا به ما گفته که تو با پیغمبر درود بگو. ما دست خدا بالا میکنم میگم که اللهم ای پروردگار صل علی محمد، تو با پیغمبر درود بگو. چرا؟ در این چی سر و راز است؟ آنقدر شان پیغمبر بزرگ است که زبان من لیاقت ندارد که با پیغمبر درود بگم. بنابراین من دعا میکنم که پروردگار، اللهم ای پروردگار صل علی محمد، با پیغمبر ما درود بگو تو آنچه که مناسبش است. وقتی آیه مبارکه نازل می شود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، صحابه کرام به دور پیغمبر بزرگوار جمع شدند، گفتن یا رسول الله نعرف السلام علیک،
میدانیم قرآن گفته که سلام، صلات و سلام بگوین به پیغمبر. سلام خو یاد داریم که در تشهد میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، لکن کیف نصلی علیک، چطور درود به تو بخوانیم؟ پیغمبر علیه السلام فرمود قولوا، بگوین اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستای نهایت عزیز، یکی از جمله حقوق مسلم پیغمبر علیه السلام است که زبان مومن با درود پیغمبر همیشه تر باشه، چه قسمی که به ذکر خداوند تر است. و حتی جبرئیل یمین دعایی بد کردن در حق انسانی که نام رسول ذکر میشه و درود نمیگه. دعایی بد کردن در حق انسانی که نام پیغمبر در مجلس ذکر میشه و درود نمیگه. وقتی که نام پیغمبر ذکر میشه ما و شما میگیم علیه السلام یا صلی الله علیه و سلم. به این خاطر است که ما صحبت امروز با درود به پیغمبر علیه السلام اختتام میبخشیم. همگی درود میخوانیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله آنچه گفته شد و آنچه شنیده شد به درگاه خود قبول بکن. الهی به برکت امروز پرفیض رب العزت ما را از بندگی خود و از امتی رسول علیه السلام محسوب بساز و محروم نساز. الهی به لطف و کرمت قلبهای ما را روشن بساز. به همگی ما و شما پروردگار توفیق نصیب بکند تا اینکه رضای پروردگار را کسب بکنیم و تمام مریض ها را شفای کامل و عاجل نصیب بکند. کسانی که بی‌نوا هستند با نوا بسازشان. الهی کسانی که پریشان هستند پریشانیشان دور بکند. الهی کسانی که پروردگار قرضدار هستند پروردگار مشکلشان حل بسازد. الهی از همگی ما راضی باش و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه.